من هیچ وقت واقعا دوست ندارم پنالتی بزنم به یه دروازه‌بان. یعنی چون خودم گلرم، اگه واقعا قانون اجازه نمیداد حتی اون پنالتی رو به پیام من نمیزدم تو پنالتی‌ها به هیچ وجه. چون دوست ندارم گلری که هم پست خودم رو برم مثلا بهش گل بزنم، خدای نکنه خرابش کنم اینا. من یه بار یه اتفاقی افتاد، گفتم اگه پنالتی افتاد سیج افتادیم جلو، من اگه توپو بگیرم برم بکارم داور سوتو بزنه، میرم به گلره میگم، به درزو میگم من نمیزنم. من اینقدر چون خودم گلر بودم به احترام میذارم، هیچ وقت نمیام خرابت کنم. حالا شاید توپ من بگیره، شاید اتفاق بدی باشه، ولی میگم اگه قانون اجازه میداد من اون پنالتی رو به پرسپولیس هم نمیزدم، واقعا دوست ندارم. حالا شجاع من میگه بزن. فکر کنم بازی با چادرملو بود که 3 جلو بودیم، هوادارا گفتم برو. اصلا این کارو دوست ندارم واقعا. شاید خیلی دوست دارن که پنالتی بزنن حالا واسه دیده شدن اینا، ولی من واقعا دوست ندارم چون هم پست خودم رو میخوام خراب کنم.